ما عشق خرام هج نسازیم فراموش، دیرینه یارم و برادر به دراز گوش. مهرش کی بزرگ است زی تقا و عمک و جنگ، مادام کی به ما هست به هیزم هم آغوش. مزدوری بی منت و هم خواهی مشخت، شاهد زین و حاکم دم و ملکت سر دو گوش. بالاش نشینی خیر آمد چونان نیکس، اسکار سی چارش اخو ترمز آنیوش. نه از تو پلا پرسد و نه قند و کبابی، بی نفت بشسته است دهیمش جوی از مشت. مزدوری بی منت و هم خواهی مشخت، شاهد زین و حاکم دم و ملکت سر دو گوش. اقبال بلند خواهی فزونی دلی دریاب، دلیاب شوی یاب دلی همزی دراز گوش. بی بربت و بی نی که سرآید خوش و شیرین، اندر لبی دریا و علف زار عجب خوش. اقبال بلند خواهی فزونی دلی دریاب، دلیاب شوی یاب دلی همزی دراز گوش. دلیاب شوی یاب دلی همزی دراز گوش. شعری کی بودین؟ این استاد عبدالحفیظ با تخلص فزونی تقریبا سالهای 2006 این جانب استاد با گفتن شعر آغاز کردن. از بس که مثال شرایط کوهستان وزبین بود، حاضر در شهرک سرزم امروز سرزم استقامت میکنن. مقصد اگر یگان وای باشد انشاءالله با شعرهای استاد پیشکشنا می شود. اکثر شعرهای استاد درباره دهه راغچ، مقصد درباره زندگانی خیلی درباره همه طرف حیات زندگی هر روزه انسان ها گفته شده است. میخواستم عین حال یک سرود دیگر استاد را به سمع شما رسانم که بسیار یک سرود جالب است. کوه قطار دارد زیبا دیار دارد، بر ما خمار دارد زیباست راغچی ما. برف است ارچه هایش، سرد است آبهایش، سبز است ارچه هایش زیباست راغچی ما. وقتی بهار و آل بر دست بلبل زیباست راغچی ما. تیفان به دست حامد گویند آمد است عید، ای دوستان بیایید زیباست راغچی ما. ای دوستان بیایید زیباست راغچی ما. آدم در حیات اومدم مال یاشن در حیاتن در سرزم باستانی. از سال 2000 ملا حفیظ عبدالحفیظ نام دارن. این بسیارتر با کتاب های فرهنگ، قیاس اللغات، قاموس زبان تاجیکی، همین کتاب ها من نسخه های همین کتاب های اصلش در همون کس دسترس میکردم و مطالعه میکردم، چون که این کتاب ها حال در زمان حاضر خیلی کمیابند. ممکن باشند ولی جلد های حاضر زمانه یافت میشوند، ولی نمیدانم از کجا دسترس کنیم. سراغ کردن در کار از کتابخانه های جمهوری، لیکن این کتاب ها در دست استاد هستند. تشکر زیاد.